درود بر فراگیران دوره اکسل کاربردی. خوشحالیم که با این دوره در خدمتتون هستیم. همه کوشش ما در این مجموعه بر این بوده که به بهترین و ساده ترین شکل مطالب کلیدی رو خدمتتون آموزش بدیم. خب میخوایم با هم اولین جلسه رو شروع کنیم دوستان. قراره در این قسمت بیشتر با فضای کلی نرم افزار اکسل آشنا بشیم. موقعی که برنامه رو ران میکنیم و وارد نرم افزار میشیم با یه همچین صفحه روبرو میشیم و دو تا گزینه برای ما آورده به اسم ریسنت و پیند. ریسنت پروژه هایی که اخیراً واردشون شدیم رو به ما نشون میده و برای دسترسی به بقیه پروژه ها از گزینه مور ورک بوکس استفاده میکنیم. وقتی میخوایم یه سری پروژه رو جداگانه نگه داریم که باهاشون بیشتر کار کنیم و مداوم ازشون استفاده بکنیم، پین میکنیم و در قسمت پین راحت تر بهشون دسترسی داریم. برای شروع کار باید گزینه بلانک ورک بوک رو انتخاب بکنیم و وارد همچین فضایی بشیم. سمت راست پایین تصویر رو اگر مشاهده بکنید نوشته شده شیت 1، یعنی صفحه اول. پس ما میتونیم توی یه فایل تعداد صفحات بیشتری رو داشته باشیم. با این به علاوه میتونیم تعداد صفحه هامون رو توی یک فایل بیشتر بکنیم. و نکته دیگه، ما موقعی که روی عنوان شیتی که توش قرار داریم یه دابل کلیک بکنیم میتونیم اسمش رو تغییر بدیم. برای مثال من اسم این شیت رو میذارم اکسل. پایین این عنوان ها هم یه زوم این و زوم اوت داریم که به این شکل میتونیم صفحه رو زوم این و زوم اوت بکنیم دیگه. در واقع مفاهیم بعدی که میخوایم باشون آشنا بشیم سطر، ستون و سلول هستن و اینا رو باید به خاطر بسپارید. به هر کدوم از این خونه های کوچیکی که این شیت رو تشکیل دادن میگیم یک سلول و هر سلول توی یک سطر و یک ستون قرار داره. سطرها با اعداد انگلیسی و ستونها با حروف انگلیسی نامگذاری شدن و سلول ها با اسم این سطر و ستونی که توش قرار دارن نامگذاری میشن. برای مثال این سلول F13 نامگذاری میشه و در قسمت نیم باکس اسمش رو نوشته. و اگر ما بخوایم به طور مثال یک سلول رو انتخاب بکنیم از همینجا میتونیم سرچ بکنیم. من F2 رو مثلا میخوام سلکت بکنم، از اینجا اسمش رو وارد میکنیم، یه اینتر میکنیم و برای ما انتخاب میکنه. خب مفهوم بعدی که میخوایم توی قسمت اول باهاش آشنا بشیم سیو کردن و ذخیره داده های ماست. ما 3 تا راه داریم برای انجام این کار. اولین راه ما خود آیکون سیو هستش که در سمت چپ بالای تصویر میتونیم ببینیمش، یه هارد بنفشه. ما یک کلیک روی این هارد بکنیم برای این آیکون سیو میشه دیتای ما. راه دوم شورتکات کنترل اس. ما با کنترل اس هم میتونیم دیتامون رو سیو کنیم. حالا راه سوم و راه آخر، موقعی که میخوایم از برنامه خارج بشیم برای ما یه وارنینگ میاره به این معنی که ما یه دیتایی داریم که سیو نشده. اگر همه دیتاتون رو با 2 تا راه قبلی سیو کرده باشین و تغییرات جدیدی نداشته باشین، خب این آیکون رو برای شما نمیاره، یعنی این وارنینگ رو به شما نمیده. الان من سیو میکنم این فایل رو، به این شکل برای من میاره که کجای حالا این سیستم میخوام سیو بکنم. اینجا میتونید تو هر جایی که میخواین سیو کنید و به همین شکل از دیتاتون حفاظت بکنید. بالاخره برای زحمت کشیدیم و ممکنه برای سر یک اتفاق از دستش بدیم. دوستان نمیخوام طولانی کنم قسمت ها رو تا به راحتی به هر اطلاعاتی که میخواین دسترسی پیدا کنید. برای جلسه اول کافیه. تا جلسه بعدی خدا نگهدار.